میدانید پیشتر سبحان الله درس حدیث چه خیلی بود. یکی از محدث ها نقل میکند که ما به مجلس محدثی رفتیم که بعد نماز عصر حدیث میگفت. بعد وقتی که رفتیم مسجد پر بود و مردم در بیرون مسجد نشستگی است. با واسطه 4-5 شخصیت ها سخن شیخ را میشنیدیم. یعنی که شیخ در داخل مسجد است. حدثنا محمد اگر وقتی که گفت دیگر خاموش می ایستد. آن آدمی که در کنج مسجد است مثلا همین سخن شیخ را گشته تکرار میکند تا اینکه مردمی که در اطراف او هست شنوند. و یا مرد که دیگر باز در مسافه دورتر نشسته است او بعد اینکه سخن این را شنید او به دیگرها میرساند. حدثنا محمد میگوید. بعد اون آدم دیگری که در دورتر است از این شنید به دیگرها میرساند. تا همین وقت محدثا چیکار میکردن؟ نقل میکنن که بعضی محدثا مثلا انا چه خیلی که امام بخاری میگه که حدثنا عبدالله ابن مسلمه میگوید میایستد تا اینکه بها مملی ها املا کند به دیگرها. تا همین وقت چیکار میکند این؟ میگم که سبحان الله گفته ذکر میکرد. بعد بعضی استادانمون از شیخ عبدالعزیز ابن باز نقل میکرد که ابن باز که مفتی بودند و کارهای مقصد اجتماعی بسیار که بود با تلفن به بسیار اداره ها زنگ میزدن تا همون گداگ رفتنش و تا برداشتنش ذکر میکردن. سبحان الله گفته میایستادم میاد. یعنی قیاساً به علماهای گذشته وقتی که ببینید بلندگویک ها پیدا شد دیگر همین حاجت از مجلس های علم برداشته شد. یعنی همه میشنود عالم را. پیشتر مسجد ها اینقدر بزرگ هم نبود و وقتی که حلقه درسی میشد و یک عالمی کلام می آمد بعد مردم زیاد جمع میشدن. اصلا برای نماز فقط مردم همین منطقه می بیایند مسجد کفایتی میکرد. لیکن وقتی که یک عالمی مشهور از این دیار راهگذر شد یا به زیارت این شهر آمد مردم زیاد جمع می شدن برای گرفتن علم. بعد مسجدها تنگی میکرد. یعنی وقتی که بلندگویک برآمد همین معما از بین رفت. یعنی سخن استاد رو مباشرتا میشنیدگی شدن مردم. انا اکنون در زمانه ما بینید الکی به چه خیلی زمانه رسیدیم. عجایب باز این سخنهای اگر اونها شنوند یعنی باور نمیکنن. ما هر یکی ما حاضر در تمام اطراف گوشه کنار دنیا نشستگی هستیم علم خوانده ایستاده به این اسلوب. سبحان الله چه روزهایی را ندیدیم.